ما 4 سال پانتون خواندم لالا خو یکی گپ زبان است. ما 4 سال پانتون خواندم پدرجان از هندستان حقوق قضا و سارنوالی فارغ هستم. ششم نمره دیپلم دارم، 85 نمره تافل دارم، امتحان از رایتینگ اسپیک لسانینگ از همه چیز از پیش امتحان بگی. یکی گپ زبان است. خیر که شما خواستین امتحانم گرفتم میدانه. مگم بدبختانه دت یک فیل افتیدم، دت یک چیز افتیدم لالا. یعنی رنج است. به نظر شما تو هم یک جوان هستی، ما هم یک جوان هستم. صحیح؟ تو هزار ارمان آرزو داری، من ندارم. دایی فکر نباش که انسان پودر میزنن. نه 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 نه، خوب هوشیار است آدم. خوب فکر صحیح کار میته، همه چیزا میفهمه لالا. اگه من کمالیستم صحیح است، من خود بچه‌ش خراب دیدم. خرابی چیز که دایی جامعه که ما شما هستیم. یک نفر دیگه هم که سعی کنه کم کوبو مکس سرش پودری است، به موچشم سونه زمو سعی میکنه. کی یک پودری است بی ارزش. من در جای دیدم که نان برای سگ انداخته به پودری نانداختم. اشکم نان خیاط نبودم. نه لالا جان، اشکم نان خود نمو اومدم یا. خوب وقت تیر کردم، خوب دوران تیر کردم. بسیاری هم تو از ما کردم. من فکر کو بیخیک قسم یک مره بیخیک بغل بان. تو مردم است که با سویت ماستر اینجا درس خواندگیستم. بسیار درجه بالا. همین صدای مرا که مشنوانه نه طرف کامرا سعی میکنم. همه قدر براتون میگم چی در یوتیوب مندازین، در چیز در تلویزیون مندازین. من از زندگی مصاحبه هم نکردم. من امروز به خاطر از این مصاحبه کردم شاید قوم خیشم مرا ببینه. سر من نمیفهمیدن. مگه من سعی کردم این ریسک ما در گردن گرفتم. نه ریسک. امی خواهش من نمیز به خاطر از این یک 4 تا جوان که باشه اگه یا تداوی شوم. من می کارو به خاطر از این 4 دانه عملیات دیگه کردم لالا. اگه نه مرا تو در بیرون ببینی سر ما بوی میبری که ما پودریسم. نمیفهمی سر من نمیفهمی لالا نمیفهمی. مگه میگم برات میزنم که ما فیسبوک خبر تو بتم تو عکسای مرا سعی کنی تغییرات که تو ببینی این زمین سو آسمان ما قطر تغییر کردم لالا. تو نبینی سینما بیاد رقم. این چهره که ما الا بتم تو آدم نیستم. نه در پیشی تو بیام تو مرا نمیشناسی. بسیار تغییرات می حالا رگ رگم اساس. از این پرسان که دیگه شیشه یا دوای پودر است لالا. دواست شیشه پودر است. لالا. پودر است لالا جان. حالی برای ما بگو که خودت با وجود از اینکه لیسانس هستی، انگلیسی را به سطح بسیار بالا تا تافل خواندی، چطور به این سرنوشت گرفتار شدی؟ کی آورده تا؟ یک مثل ما شما داریم بسیار چی است میگه با ما بشینی ما شوی، با دیگ بشینی سیاه شوی. بیادبی بسیار جان باشی خودم گپ ناق نیست. سفیدا که گفته طبعا نمت یک گپ بوده که ضرب المثل برآمده. درس خواندم، تحصیل کردم، هر چقدر مشکل در اینجا بود قصر براتون کوتاه کنم. از ما یک نفر دیگه یک دوست ما عملی بود. این عملی نبود، بیادر از عملی بود. لالا بود ترکیه بندی شده بود. پس که جو آمد یک دوجا گلی ویلیام صفر برای آمد داده. اینجا آمده و گلی ویلیام صفر پیدا نکرد، اینجا پودر زد. امی بیادر از برام گفت یک امی آدم پودر اعلام میته برای امی چرس بوده. ما گفتم با تو چ ما کتازی گشتم پدر خبر شد کی کت یک پودری میگرده. پدر برام گفت بچه کتازی نگرد. ما گفتم ما پدر میگردم. گفت خیا خانه را قبول کو یا صبور را قبول کو. ما سونی سعی کردم گفتم پدر صبور قبول است. گفت طرف خانه نبی. گفتم نه چرا کی خندیوال است امید کردم ما یک جوان است که ما پودر اعلام میتم. بیادی ما باش اومده وقت چرس تا استفاده میکنم. گفتی در چرس میتی پودر اعلام میته. خبیب یک 3 ماه کتازی گشتم. 3 ماه بعد مرا یک جای برد لالا. یک بلاک. ما تابلت که استفاده میکردم. یک چیز براتون میگم لالا. هر چیز از خود یک شروع داره. تو آدم شاید کم میبینی که ببینه که بگه ما توری عمل نکردیم سیگرت از توری سر پودر آمدیم. امکان نداره. قبول دارین نه؟ تو نمیشه که فقط از پته اول دمونی پتا پاپا است. از سیگرت شروع میشه دیگه. سرمنشه بدبختی سیگرت است. سرمنشه بدبختی نسوار است. سرمنشه بدبختی چرس است که در نظر هیچ کس نمیگه بوته فقیری است. بوته ملنگی است. نه خانه را که خراب کرد چرس خراب کرد. شروع بدبختی از این میشه. نشه از اینجا شروع شد پس استاسا. گرچه چرس عمل هم نیست. عمل اون چیزی است که براتون نرسه تو در جای خودت کفشما رو لوتک بکشی. اونو عمل است که برات نرسه. لالا این مرا بردم در یک خانه یک دو تا دخترای بلوچ بوده این. او قاچاق برا بود بیادر من. سابقا ما کتازی میسیما ما کتازی میگشت نزدیک بودم کتش نگشته بود نرفته بودم در زیر بلاک بودم بالا نشده بودم لالا. این مرا بالا کرد. خلاصه قصه کوتاه درون خانه شدم لالا. این بچه میزر ورق کشید دیگه پوشک بالا شد که پدر ماندری زمین. یک زنکه سونما سعی کرد جوان نمی گردنت او خوردم ایشان نکوی کاره. پدری قواره مت نیست. ما که پدر الا بتون تو مرا نمیشناسی. الحمدلله خوب جوانی تایید بودم من. میام تا سر نیازم نام خدا. گفت طرف سعی کرد گفت جوان نمی گردنت او خوردم ایشان می کاره نکو. این دیواله که من خدمتش کردم یه دفعه طرف از چشم خدا کشید. سعی کو چی گناهی ما بود؟ من خدمت را کردم جوان. گناه ما چی بود؟ قصه کوتاه می دم زد برای ما آمد. یعنی لا اله الا محمد رسول الله سلام دمی دل ما عقب گشت. ما گفتم باری چی میکنی که خود؟ پودر میزنی؟ باز پس چی گفتم مال اگه من نزنم این دیوال بر من نگه که تو سر مرش خان زدی مرا تا به اینجا آوردی.
نه چرا دادام گرفتم دم پر خرابات بند موندی دیگه که صدا کردم که من خیلی گفتم که بیا نه پا پودر میزنم که تو یک دفعه خیز مرا تایمانی است خانه ما بلاکای کل پشت بلاکای قریسه می شرک میشینم اگه بلد باشی دیجا خانه ما بیادر هم یک دو زدم هم چشمای ما پت شد من می دست از گرفتم گفتم لالا چی کردی کتم چشما پت میشه گفتم صبر گفت بیا تو این دم دیگه هم دیگه فواز میشه چشمای سعی که غرق کردن بیادر که منو یک سوال پیشت باشه که آیا یک انسان در یک دفعه پودری میشه نه خیر نه این گپ ما براتون حالا میگم که چرا پدرجان اینی سیگرت است تو استفاده نمیکنی صحیح تو در مقابل از یک عیا داری اگر روز میان دیوالا بر تی ادنا سیگرت بتا تی فلتر لالاب موندی عیا پرید دیگه از مقابل سیگرت دیگه که تو سیگرت بزنی نزنی بر تو مانا داره نداره مانا این نیچر هیچ وقت دادان نزن تا وقتی که تو این نیچر تو دلاب نموندی تو یک عیا داری در مقابل از لالا نه این یک عیا اصلا نمیزنی که وقتی که تو موندی این بودر از واسه دیگه تو بزنی نزنی بر تو مانا میکنه خب نمیکنه خود دودش در اومد دیگه زدی تجربه کردی برات تا یک ماه یک نیم ماه فراغ میکنه انسان کی استفاده میکنه بگو چرا مانا چیزی که جان برات میگن نکو درو ندارم این چیزا کار روز میشه که دلبدی چپ میشه دلبدی که چپ شد او وقت باز چی قسم میشه گپ در کامرا میگم روز که دلبدی چپ شد سعی میکنی که تو فکر 20 متر زیر رفتی در زمین تو بالا سعی میکنی اندی بالا و دوستات برات تو رسپان 100 متر را اندازه تو 20 متر زیر هستی مگم دوستا اندی بالا برات تو رسپان 100 متر را اندازه تو می دست بالا میکنی دست در رسپان نمیرسی چی رقم حساب است 20 متر زیر هستی اندی بالا برات تو 100 متر رسپان علاقت نه مگم دستت نه سیاری نمیکنه که دست دم رسپان برسه اون وقت غرق شدن است زیاد گپ نمیزنم خواهشمندم از دولت از شما و جوانا خیر ببینین آمدی در تو جای شیشتین کتمای نگاب زدی ماسکه کتا بیرون کردی صحیح نه اگه تو خمال Don't buy solar panels. Seriously. There is a very good reason why we're saying this. If you're thinking about نمیکنی خدا شما و جوانا را خیر بده کامرامن خودت میگم لالا که تو زامت در گردن گرفتی جوان خیر ببینی و خدا اجر پاداش زیر برات میته جوان سعی که یک جوان توس یک جوان ماستم تو امروزی کارو میکنی من امروز شیشتم پودر زدم در زندگی این نصیحت نیست یک نظر است در کل عالم برای کسی که میبینم من میگم بیادرها هر کار که در این دنیا ما تصفیشتان دریغ نکنیم هر کار بکنیم عمل نکن نصیحت نمیکنم من کسی نیستم که نصیحت کنم شاید مگرم عمل نکو هر کار روی دنیا را بکو پشیمانی نداره این کار پشیمانی داره یک مردگم امروز در لنکروزر میگرده بیادبی بسیار زیاد معاف باشه بسیار بیادبی معاف باشه یک پودری امروز تو جای شتگی برای من گفتی که چرا بس تو اور لالا یک برات میزنم به خاطر خودی گپ نمیگم آدم بی غیرت در پودر نمیه وقت یک چیز است که غیرتی را عاجز میسازه غیرت داشته باشه یکم عاجزت میکنه بی غیرت باشه بیادبی بسیار زیاد ما باشه بسیار بیادبی ما باشه در فعل مردگی میری این اینترنت چیز است آدم بی غیرت عملی نمیشه هر کدام از زیاد میشتگی بسیاری از بسیار سواددار است پدر آدم بی سواد آدم بیعقل دی عمل نمیه ام فهمیده می سر می لالا این قبول دارین براتون تجربه شاید براتون شده باشه دیده باشه آدم سر دی فیلمه و ایران به این خاطر نمیگم که من امروز این عمل هستم برات خاطر خود بگم که آدم سر نه من بیخی کنار بونن یک بار او آدم میگه که یک 4 روز زده سرخانش یک 4 تا جوان نان خورده باشه دیگه زیاد گپ نمیزنم لالا شما زنده باشین بازم هزار بار بسیار زیاد تشکر که آمدین نمیتون برای من واقعا خوش ساخته نظر زنده باشی اگه کدام سوال داشته باشین ما بازم در خدمت هستم ما به خاطر چوب شیشتم هیچ گپ نزدم بسیار زیاد تشکر کم تمام دردای دلت بگویی کل گپای ده بزنیم ما بشنویم گرچه خلاص هم نمیشه در 1 ساعت و 2 ساعت دردای دل میفهم مگم بگو که خانه چه وقت میشه نرفتی بعد از اینکه پدرت گفتی دیگه من کدر رفیقم میرم الحمدلله برادر ما او قصه 6 سال پیش بود خب یعنی 6 سال شد 6 سال است ما پودر استفاده میکنیم یعنی دیوار ما سیما نمیشناسن شاید است به غیر از بسیار کسای دیگه ما سیما نمیشناسن او بچه صحیح نه چند دفعه که ما در خونه دوستار شدیم اون الله خانه الحمدلله ما که اینو رو ماندیم برادر ما این دلیل این نیست که من خانه میرم متوجه گپ ماشین برادر ما قصه 6 سال پیش سلامونه په دې هله چې ټول ملګري جوړ وروي نو تاسو دغه د ځوان ویډیو وګورئ چې دا په کوم شکل مو تاسو شوی دی زړه مې ډېر سخت والا درد وکړ په رښتوني سره نو زړه مې ډېر درد وکړو نو ما چې زه څه کولی شم که چیرې تاسې د دې ځوان فامیل پیژنئ او زه غواړم چې د دې فامیل سره زه په ارتباط کې شم او د دې هلک اسنادونه ماته راولیږي
زه وګورم چې زه څه کولی شم. نو دلته به زه ټولنو سره خبرې وکړم او دلته به زه سازمانونو سره خبرې وکړم که چیرې دا خلک مرسته کولی شي دې ځوان سره چې دې خواته یې راولي. نو وګورو چې څه کولی شو. نو هیله مند یم که چیرې دې فامیل تاسو پیژنئ حتما یې ما سره معرفي کړئ. مننه. ویدیو وګورئ، عبرت واخلئ. نوره چش باشه بیادبی هم میشه دیگه. هیچ گپ نیست. خوب هستن لالا، بخیر هستن؟ چی کار؟ این شیشه است یا پودر؟ زار میکشیم لالا جان، زار میکشیم. چرا؟ من لالا جان مدت تقریبا 9 دفعه 10 دفعه خدا بستر رام کردم. هر دفعه که من برایم لالا جان مشکل چی است؟ مشکل نمیست که یک کار و وظیفه نیست، یک مصروفیت نیست. این چیزا براتون بخیم مردم میگه صحیح لالا که گپ مردم است که تصمیم محکم بگی. ما در مدت این 6.5 سال شد من مواد استفاده میکنم لالا. در 6.5 سال من میگم نفهمیدم که تصمیم چی را میگه. تصمیم خود ما 20 دفعه گرفتیم، 10 دفعه گرفتیم، مگرم این مردم یک چیز مقصد ما براتون میگم صحیح. شفاخانه بسیار زیاد جور شد لالا جان. خب مگم شفاخانه کسی یک پیش از این حکومت بیایی خب الحمدلله امارات است، امارات خب بسیار تغییرات آمد. مگم پیش از این حکومت بیا شفاخانه یک پروسه مافیایی بود. چرا حالا ما براتون میگم یک معتاد را که تو در حالت است که مثلا از کار جمع است دیگه، او آدم که مصرف عملش هم کم است، او را میبره 145 روز رنگ بور میکنه. ماشین که رنگ بور شوه نه تا پس کار میته. او که پس شفاخانه میبره اول فایده برای مافیایی است که مصرف مواد زیاد میشه. باز قبول داری نگه پا مصرف مواد استفاده شد، پس دوباره پروسسی خود این پروسه دوام تو پیدا کرده میره. او که از حالت مردن را نجات میده، تداویش کرد 145 روز رنگ بور کرد، پس که می موادام برای بالا استفاده میکنه. صحیح نیست 100% استفاده میکنه. این مردم با قدر براتون میگم شفاخانه لالا ضرورت نیست. بهترین چیز که برای این مردم یک جای کار برای جای چیز کو که اصحاب از آرام باشه لالا جان، اصحاب از فکرشان دمو حساب از اون مصروف باشه. اینا ما چلن میتونم. ما 4 سال پانتون خواندیم لالا. خو یکی گپ زبان است. ما 4 سال پانتون خواندیم پدر جان. از هندستان حقوق قضا و سارنوالی فارغ هستم. 6 نمره دیپلم دارم، 85 نمره در تافل دارم، امتحان از رایتینگ لیسنینگ از همه چیز از پیش امتحان بگی. یکی گپ زبان است. خیر که شما خواستین امتحانم گرفتم میتونه. مگم بدبختانه دت یک فیل افتیدیم، دت یک چیز افتیدیم لالا. یعنی رنج است. به نظر شما تو هم یک جوان هستی، ما هم یک جوان هستم. صحیح؟ تو هزار ارمان و آرزو داری، من ندارم. در این فکر نباش که انسان پودر میزنن. نه 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 خوب هوشیار است او آدم. خوب فکر صحیح کار میته، همه چیزا میفهمه لالا. اگه من کمالیستم صحیح، من خود بچه‌ش خراب دیدم. خرابی چیز که در این جامعه که ما شما هستیم، یک نفر دیگه هم که سعی کنه کم کوبو مکسرش پودریست به موچشم سونه زمو سعی میکنه کی یک پودریست به ارزش. ما در جای دیدم که نانا برای سگ انداخته به پودری ننداختن. از شکم نانا خیالت نبودم نه لالا جان، از شکم نانا خودت نمور اومدم. یا خوب وقت تیر کردم، خوب دوران تیر کردم. بسیاری هم تو از ما کردم. من فکر کنم بیخی قسم یک مره بیخی یک بغل بام تو مردم هست که با سویت ماستر اینجا درس خوندگی هستم بسیار درجه بالا. همین صدای مرا که مشنوانه نه طرف کامرا سعی میکنم. همه قدر براتون میگم چی در یوتیوب مندازین، در چیز در تلویزیون مندازین. من در زندگی مصاحبه هم نکردم. من امروز به خاطر از این مصاحبه کردم شاید قوم خیشم مرا ببینه. سر من نمیفهمیدن. مگه من سعی کردم این ریسک ما در گردن گرفتم. نه ریسک همین خواهش من نمیز به خاطر از این یک 4 تا جوان که باشه اگه یا تداوی شون. من می کارو به خاطر از این 4 دانه عملیات دیگه کردم. حالا اگه نه مرا تو در بیرون ببینی سر ما بوی میبری که ما پودریستم. نمیفهمی سر من نمیفهمی نمیفهمی. مگه میگم برات میزنم که ما فیسبوک خبر تو بتم تو عکسای مرا سعی کنی تغییراتی که تو ببینی این زمین سو آسمان ما قطر تغییر کردم. حالا تو نبینی سر ما بیاد رقم این چهره را که ما الا بتم تو آدم نیستم. نه پشت تو بیام تو مرا نمیشناسی. بسیار تغییرات می حالا رگ رگم اساس از این پرسان که دیگه شیشه یا دوای پودر است. حالا دواست شیشه پودر است. حالا پودر است لالا جان. حالی را برام بگو که خودت با وجود از اینکه لیسانس هستی، انگلیسی را به سطح بسیار بالا تا تافل خواندی، چطور به این سرنوشت گرفتار شدی؟ کی آورده تا؟ یک مثل ما شما داریم بسیار چی است میگه با ما بشینی ما شوی، با دیگ بشینی سیاه شوی. بیادبی بسیار جان باشی خودم گپ ناق نیست. نه سفیدا که گفته طبعا نمت یک گپ بوده که ضرب المثل برآمده. درس خواندم، تحصیل کردم، هر چقدر مشکل در اینجا بود. قصه را براتون کوتاه کنم. از ما یک نفر دیگه یک دوست ما عملی بود. این عملی نبود، بیادر از عملی بود. لالا او در ترکیه بندی شده بود. پس که جو آمد در اونجا گلی ویلیام صفر برای جامعه داده. اینجا که آمد او گلی ویلیام صفر پیدا نکرد، اینجا پودر زد. امی بیادر از برام گفت یک امی آدم پودر اعلام میته برای زمین چرس بده. ما گفتم با تو چی؟
من کتازی گشتم پدر خبر شد کی کتا یک پودری میگرده پدر برای من گفت بچه کتازی نگرد من گفتم من پدر میگردم گفت خیا خانه را قبول کو یا صبور را قبول کو من سونی سعی کردم گفتم پدر صبور قبول است گفت طرف خانه نبی گفتم نه چرا کی خندیوال است امید کرده با من یک جوان است که من پودر اعلام میتم بیادی ما باش اومده وقت چرس فن استفاده میکنم گفت تو چرس میتی پودر اعلام میته خبیب یک 3 ماه کتازی دی گشتم 3 ماه بعد مرا یک جای برد لالا یک بلاک من تابلت که استفاده میکردم یک چیز براتون میگم لالا هر چیز از خود یک شروع داره تو آدم شاید کم میبینی که ببینه که بگه ما توری هیچ عمل نکردیم سیگرت از توری سر پودر آمدیم امکان نداره قبول دارین نه تو نمیشه که کټه دست از پته اول دمونی پتا پاپا دست از سیگرت شروع میشه دیگه سرمنشه بدبختی سیگرت است سرمنشه بدبختی نسوار است سرمنشه بدبختی چرس است که در نظر هیچ کس نمیگه بوته فقیری است بوته ملنگی است نه خانه را که خراب کرد چرس خراب کرد شروع بدبختی از این میشه نشه از اینجا شروع شد پس استاسا گرچه چرس عمل هم نیست عمل اون چیزی است که براتون نرسه تو در جای خودت کفشما رو لوتک بکشی اونو عمل است که برات نرسه لالا این مرا بردم یک خانه یک دو دانه دخترای بلوچ بوده این او قاچاق برا بود بیادر من سابقا ما کتازی می سیما ما کتازی میگشتم نزدیک بودم کتش نگشته بود نرفته بودم در زیر بلاک بودم بالا نشده بودم لالا این مرا بالا کرد خلاصه قصه کوتاه درون خانه شدم لالا این بچه میذاره ورق کشید دیگه پوشاک بالا شد که پدرم ماندری زمین یک زنکه سونو ما سعی کرد جوان نمی گردنت او خورده میشم نکوی کاره پدری قواره میتونه نیست ما که پدر الا بتون تو مرا نمیشناسی الحمدلله خوب جوانی تایید بودم من میام تا سر نیازم نام خدا گفت طرفم سعی کرد گفت جوان نمی گردنت او خورده میشم می کارا نکو این دیواله که من خدمتش کردم یه دفعه طرف از چشم خدا کشید سعی کو چی گناهی ما بود من خدمت تو را کردم مو جوان گناه ما چی بود قصه کوتاه می دم زد پره ما آمد یعنی لا اله الا محمد رسول الله سلام دم دل ما عقب گشت ما گفتم باری چی میکنی که خود پودر میزنی باز پس چی گفتم مال اگه من نزنم این دیوال بر من نگه که تو سر مرش خنزیدی مرا تا اینجا آوردی نه چرا دادام گرفتم دم پر خرابات بند موندی دیگه که صدا کردم که من خیلی گفتم که بیا نه پودر میزنم که تو یک دفعه خیز مرا تایمنی است خانه ما بلاکای کلا پشت بلاکای قریسمه شرک میشید مگه بلد باشی دیجا خانه دادر هم یک دو زدم هم چشمای ما پت شد من می دست از گرفتم گفتم لالا چی کردی که تمام چشما پت میشه گفتم صبر گفت بیا تو این دم دیگه هم دیگه فواز میشه چشمایت سعی که غرق کردن بیادر که منو یک سوال پیشت باشه که آیا یک انسان در یک دفعه پودری میشه نه خیر نه این گپ ما براتون حالا میگم که چرا پدر جان اینی سیگرت است تو استفاده نمیکنی صحیح تو در مقابل از یک عیا داری روز اگر میان دیوالا بر تی ادنا سیگرت بتا تی فلتر لالاب موندی عیا پرید دیگه از مقابل سیگرت دیگه که تو سیگرت بزنی نزنی بر تو مانا داره نداره مانا این نچر هیچ وقت دادان نزن تا وقتی که توی نچر تو دلات نموندی توی یک عیا داری در مقابل از لالا که نه این یک عیا است نمیزنی که وقتی که توی موندی این بودر از واسه دیگه تو بزنی نزنی بر تو مانا میکنه خب نمیکنه خود دودش در اومد دیگه زدی تجربه کردی برات تا یک ماه یک نیم ماست فراق میکنه انسان که استفاده میکنه بگو چرا مانا چیزی که جان برات میگن نکو درو ندارم این چیزا کار روز میشه که دلبدی چوب میشه دلبدی که چوب شد او وقت باز چی قسم میشه گپ در کامرا میگم روز که دلبدی چوب شد سعی میکنی که تو فکر 20 متر زیر رفتی در زمین تو بالا سعی میکنی اندی بالا و دوستای برات تو رسپان 100 متر را مندازه تو 20 متر زیر هستی مگم دوستا اندی بالا برات تو رسپان 100 متر را مندازه تو می دست بالا میکنی دست در رسپان نمیرسی چی رقم حساب است 20 متر زیر هستی اندی بالا برات تو 100 متر رسپان علاقت نه مگم دست نه سیاری نمیکنه که دست دم رسپان برسه اون وقت غرق شدن است زیاد گپ نمیزنم خواهشمندم از دولت از شما و جوانا خیر ببینن آمدی ده تو جای شیشتین کتمای گپ زدی ماسکه کتا بیرون کردی صحیح است اگه نه تو عمل خدا شما و جوانا را خیر بده کامرامن خودت میگم لالا که تو زامت در گردن گرفتی جوان خیر ببینی و خدا اجر پاداش زیر برات میته جوان سعی که یک جوان تو یک جوان ماستم تو امروزی کارو میکنی من امروز شیشتین پودر زدم در زندگی این نصیحت نیست یک نظر است در کل عالم برای کسی که میبینم من میگم بیادرها هر کار که در این دنیا ما از پیشتان دریغ نکنیم هر کار بکنیم عمل نکن نصیحت نمیکنم من کسی نیستم که نصیحت کنم شاید از مگرم عمل نکو هر کار روی دنیا را بکو پشیمانی نداره این کار پشیمانی داره یک مردگم امروز در لند کروزر میگرده بیادبی بسیار زیاد معاف باشه بسیار بیادبی معاف باشه یک پودری امروز تو جای شتگی برای من گفتی که چرا بس تو لالا یک برات میزنم به خاطر خودی گپ نمیگم آدم بی غیرت در پودر نمیه
وقتی یک چیز است که غیرتی را عاجز میسازه، غیرت داشته باشه یکم عاجزت میکنه، بی غیرت باشی بی ادبی بسیار زیاد ما باشه، بسیار بی ادبی ما باشه در فعل مردگی میری. این تو یک چیز است. آدم بی غیرت عملی نمیشه، هر کدام از یاتمی جشتگی بسیاری از بسیار سواددار است پدر. آدم بی سواد آدم بی عقل دی عمل نمیه. هم فهمیده میه سر میه الله. این قبول دارین براتون، تجربه شاید براتون شده باشه، دیده باشین. آدم سر دی فیلمه. و ایران به این خاطر نمیگم که من امروز این عمل هستم برای خاطر خود بگم که آدم سر نه من بیخی کنار بونن یک بار او آدم میگه که یک 4 روز سرخانش یک 4 تا جوان نان خورده باشه دیگه زیاد گپ نمیزنم. لالا شما زنده باشین، بازم از بسیار زیاد تشکر که آمدین. نمیتونم برای من واقعا خوش ساخته ندارم. زنده باشی. اگه کدام سوال داشته باشین من بعداً در خدمت هستم. ما به خاطر چوب شیشتم هیچ گپ نزدم. بسیار زیاد تشکر. کم تمام دردای دلت بگویی، کل گپای ده بزنیم ما بشنویم. گرچه خلاص اون نمیشه در 1 ساعت و 2 ساعت دردای دل. میفهم. مگه بگو که خانه چه وقت میشه نرفتی بعد از اینکه پدرت گفتی دیگه من که رفیقم میرم. الحمدلله برادر من او قصه 6.5 سال پیش بود. خب یعنی 6.5 سال شد. 6.5 سال است من پدر استفاده میکنم این دیوار ماسی مرا مشکن شاید است به غیر از بسیار کسای دیگه ماسی مرا مشکن او بچه صحیح نه چند دفعه که ما دفعه دوستار شدیم اون الله خانه الحمدلله ما که نتونم ماندیم برادر من این دلیل این نیست که من خانه میرم. متوجه گپ باشید برادر من قصه 6 سال پیش بود سر دیوار فامیل حالا میفهمه که پدر میکشی و زندگی هر کارپوت میشه این کارپوت نمیشه. چطور نمیفهمه پدر وای را متوجه باشی اگر من به خانه باشم اگر من به خانه نداشته باشم زیادتر پودری ها را خراب کرد به جایی خراب کرد به خانگی خراب میکنه به خوی خراب میکنه در عمل در عمل بودی به خوی را تیر کردی نه حتما خورد و خوراکتون خوب است لالا جان در پودر آدم قدر اشتیا نمیداشته باشی گپ غلط است که میگه پودر بزن خوراک کتش کلا جا گپ مرا مشنوان پودر چیزی نیست که تو بخوری که از اشتیا داشته باشی مگم یک گپ دیگه را میشه باید از حقیقت نباید ما شما دریغ کنیم صحیح نه حقیقت هم باید یاد شود دیگه لالا جان در این طبقه بسیاری کسایی از کلشان نمیگم لالا خال میگم دوز هستم بیادرم ای خداوند جل جلاله میگه نه امی کار غلط کنی تو در آینده کار غلطی رو میبینی که قبول خدا ری گپ مرا ما این گپا رو در کامera میذارم در میجه گپای مرا هر کس میبینه هر کس که باشه عکسای خدا به عکسای مرا بگیره دیگه کلش رو چاپ کنه اگه از کس در پیش سرم است اگه ما مال کس را خوردیم براتون که باشه آدرس که هر کس که حقش است ما در خدمت هستم به پیش یک دفعه دیگه مرا در این وقت طالبا قاری صاحبا اینجا استاد هستم در وقت طالبا مرا یک دفعه امی حوزه گرفت حوزه 4 مربوط صاحب ما عمری صاحب مرا شان مثل سعی کردم گفتم قاری صاحب براتون یک گپ میگم گفتم تاکسای مرا بگی دم شور چاپ کو دزیرش نشتا کو اگه کس از این آدم شکایت داره یک دفعه دعوت تشریف داره ما خیلی در بند خودت هستم اگه مال کس سر زی آدم است یک دفعه بیا کمی گپ فضل سن چشمای ما سعی کرد بخی برو لقات 6 نفر سعی که مرا تنها اعلام کرد ما دوست نیست چرا که انسان بدیست و خوراک گفتی خوراک از این عمل نمیشه بیادرم بسیاری کسایی از چی به خاطر گفتم که نام خدا زره تنومند موندی مشکل ده چی پدر نگاه کرد خانه میرم لالا خب خانه میرم بیادرم خوام صحیح و دیگه لالا چی گپ است فامیل خب تو هنوز پیشنهاد ازدواج برات نکرده که بیاک برات بسیار چطور نکرد لالا جان من که سال اول عملی شدم مرا من نانا مرا شوند مثلا سخن گفت بچه‌م دست بام که کیره میگیری مگم زن ندارم لالا جان خب گفت کیره میگیری ما تیر ما آوردم یک هفته بود مرا بازم سر سخن گیر کرد این دفعه گیان کرد گفت بچه ما گپ میزنم تو تیرت میاری ما گفتم مادر بشین مادر ما خدا کروی داغ آتش خدا سوخته رایی هستم یک دختر مسلمان ما چرا بسوزانم بازار امید خانه پدر اعلام که ما در خانه باری خان تق تق میزنن اول خدا دومش امیدش باری تو خود چاسر است عاجزه است صحیح است چیزی کردن نمیتونه با خانه ما شاو گفتم در بی خانه نباشم در این پلیس زنم گفتم کی خواهم میکنم مادرم چپ شد دیگه نگو برام چیزه اگر نکیره خوش نمیکنم عمل کنی هم سیاست نباشه حالا باری جان خودت خوشکر صحتمند هستی این ماشاءالله تنومند هستی اراده کنی خامی مواد اعلام میتونی براتون یادآوری کردم چرا نمیتونم هیچ چیز ناممکن نیست هر کار در دنیا امکان داره خداوند جل جلاله هر کس را از عمل بکشه این بچه فامیدام است نام خدا چرا می اعلان نمیکنی براتون یادآوری کردم میگه لالا جان خب گپ اعلام کردن گفتم از 10 دفعه بالاتر خدا بستر کرده پیش ما اصلا این فعل بستر شدن یک گپ ناقص چرا ما بر دلیل میتونم اگه اراده کنی خودت میتونی اراده باشه با پولی اراده بیادر ما یک وظیفه تو مصروف باشی بیشتر لالا هم سعی کرد که ما کراچی برات نمیمونم ما جور نیست ما کار باشم میکنم برای مرد من نیست مار کارم میکنم مگر نظر به من قدر تحصیل که ما کردم تو را وادار از هستی که من کراچی بانم من با هیچ چیز نمیگم جواب برام بده هستی
خدا فشی است امتحان بگی از پیش من لالا سعی که من تو یک گپ میذارم بیادرم سعی که ما دل دارم انسان هستم امید داره نداره هر کس امید داره وظیفه باشه من امتحان میگیرم اگه مقابل به نظر لیاقت من نبود نه خبر محمد کراچی استاد کشم اگه نظر به لیاقت من بود صحیح است همین خواهد وظیفه تا قصد نیست بیادرم بازم گپ دمی نرسه دمی قدر میگم که شما و جوانا امروز من صدای من رو در ملت میرسانید خدا شما را خیر بده و این قاری صاحبایی که جستاد از 2 نفر سعی کو 1000 گپ استاد شدن امروز وزن کلانشیکو بعد چیز آمدن در پایین شدن که شما به خاطر چی که باش عملیات است نه اگر چی حق داره ما چی کردیم کلگی جا پودری است خدا شما را خیر بده شما را خدا زنده داشته باشه الله و همین خواهش از پیش دولت دارم که یک جای وظیفه کاری را برای این مردم عیا کنه کی مردم جور شود ما ان شاء الله امروز خود دگان به ارتباط می باشیم شما بخی برنامه ویژه میگن اصلا من در خدمت هستم من براتون میام در جای دفتر در جای میگن من به خاطر چی که یک 4 تا دیگه صدای من جور شد غرق است و این روزانه این پروسه زیاد شده میره من مشکل این لالا زیاد شده میره این زیاد شده میره که چی براتون بگم من لالا یک برات میزنم من خرمان دمی دلم است که یک روزی پودر بند شوم پودر که بند شوه یا کل جار شفاخانه نه بر خود جای اعلام میتن دلا صبر میشه که میگه نیست مگم دل که صبر نشه از اینجا تا یک ولایت پیشش پای پیاده میره بیا توکل به خدا شما زنده باشین لالا خیر ببینید ان شاء الله سرت نخوره هیچ گپ نیست جوان ان شاء الله به ارتباط می باشیم چرا نه من امر دادم در خدمت هستم لالا